بینندگان عزیز، علی جان علیف آموزگار زبان انگلیسی، اینک بار دیگر با شما است. درس امروزه خود رو ما شروع میکنیم. در این درس ما با شما پیشایندهای جای رو میفهمونیم. در این درس ما با شما چگونه در جمله ها پیشایندهای استفاده بردن را با هم میفهمونیم. یعنی ما داریم پیشایندها در زبان تاجیکی یا که در زبان انگلیسی، پیشایندهایی به مثل در داخلی، در بیرونی، در طرف چپ، در طرف راست، در نزدیکی، در قفایی، در پسی و دیگرها. اینک ما امروز تصمیم گرفتیم که 4 پیشایند را به شما بیاموزونیم. اینک درس خود را شروع میکنیم. با ما باشید. Preposition of place. Preposition of place معنایش پیشایندهای جای. Preposition in پیشایند، place جای، پیشایندهای جای. با هم میخونیم. کدام پیشایندها؟ On the left, on the left, on the left, on the left. در طرف چپ. On the left یعنی در طرف چپ. در طرف چپی من. On my left. On the left در طرف چپ. On the right. On the right در طرف راست. در طرف راست. On the right در طرف راست. In در داخلی، در درونی بعضی ها میگن. In در داخلی، در داخلی سمکه من. In my bag در داخلی کتاب من. خب در داخلی جزدانی من، در داخلی خانه من. Near نزدیکی. Near در نزدیکی، در نزدیکی مکتب من، در نزدیکی حولی من، در نزدیکی خانه من. خب اینها رو بیایید در کدام حالت در جمله ها استفاده میبریم با هم میموزیم. The cafe is on the left of the hotel. اینجا نگاه کنید ما خط کشیدیم. On the left of the hotel. The cafe. کافه همه میداند که کافه این قهوه خانه. Is on the left. On the left چی بود؟ در طرف چپ. The cafe is on the left of the hotel. هتل مهمون خانه. کافه در طرف چپی مهمون خانه است. The cafe is on the left of the hotel. یا اینکه the supermarket is on the right of the cafe. سوپرمارکت ما میدونیم سوپرمارکت. The supermarket یعنی سوپرمارکت is on the right. On the right در طرف راست. سوپرمارکت در طرف راستی کافه است. دیگر جمله. The lake is in the park. Lake کول می شود. The lake آذر میگم. The lake is in the park یعنی کول در داخلی پارک است. این چی بود؟ در داخل. The lake is in the park. کول در داخلی پارک است. The people آدمان. The people are near the bus stop. People آدمان near در نزدیکی bus stop ایستگاه اتوبوس. چی می شود؟ The people آدمان are هستند near the bus stop آدمان در نزد ایستگاه اتوبوس قرار دارند. خب دیگر جمله ها. The hotel is on the left of the cafe یعنی مهمون خانه در طرف چپی کافه است. The school is on the right of the supermarket. مکتب در طرف راستی سوپرمارکت است. My house is on the left of TM College. خانه من در طرف چپی TM College است. My house is on the left of TM College. خانه من در طرف چپی TM College است. My car is on the left of the tree. ماشین من. My car is on the left of the tree. ماشین من در طرف چپی درخت است. یا اینکه My marker is in my pocket. قلم رنگی من در کیسم است. My marker is in my bag. قلم من در داخلی سمکم است. خب
near مثلا near I am near the TM college من در نزد TM college هستم. I am near the bus stop من در نزد ایستگاه اتوبوس هستم. I am near the lake من در نزد کول هستم. I am near the river من در نزد دریا هستم. I am near the school من در نزد مکتب هستم. خب و دیگر جمله ها، این جمله های پوزیتیو یعنی جمله های حکایگی، جمله های نقلی. اینک باید با هم می‌آموزیم جمله های اینکاری، جمله های نگاتیو. مثال میگیم که من در نزد دریا نیستم، من در نزد مکتب نیستم، یا اینکه مکتب در نزد دریا نیست، یا اینکه مکتب در طرف چپی مهمانخانه نیست. با هم می‌آموزیم. با ما چی لازم می‌شود؟ تنها با ما بعد از فعل to be am is are علاوه کردن حصه‌چه not، یعنی بعد از is ما not رو علاوه میکنیم. این میشود جمله اینکاری، یعنی بعد از فعل to be is am are ما not رو همراه میکنیم، جمله میشود جمله اینکاری. با هم میبینیم. خب ما چی علاوه کردیم؟ The cafe is on the left of the hotel. اگر گفتیم میشود کافه در طرف چپی هتل است. اگر ما خواستیم این رو این کار کنیم بگیم که کافه در طرف چپی مهمانخانه نیست. The cafe is not on the left of the hotel. یا اینکه the supermarket is on the right of the cafe. سوپرمارکت در طرف راستی قهوه خانه است. ما این رو میخواهیم این کاری کنیم. چی علاوه میکنیم؟ not. The supermarket is not on the right of the cafe. دیگر جمله The lake is in the park. کول در داخل پارک است. ما میگیریم این رو این کاری میکنیم. The lake is not in the park. یعنی کول در داخل پارک نیست. The people are near the bus stop. آدمان در نزد ایستگاه اتوبوس قرار دارند. میگیریم این رو این کاری میکنیم. The people are not near the bus stop. یعنی آدمان در نزد ایستگاه اتوبوس نیستند، قرار ندارند. این بود جمله های نگاتیو. بیایید با هم چگونه سوال ساختن را می‌آموزیم. میبینیم. Question جمله های سوالی. با ما چی لازم می شود؟ ایزه که ما در اینجا استفاده بردیم، ما همون ایز یا ام یا ار رو میگیریم در اول جمله میمونیم. چگونه؟ ایزه که در اینجا بود ما اون رو میگیریم در اول جمله میمونیم، میشود جمله سوالی. Is the cafe on the left of the hotel? آیا قهوه خانه در طرف چپی مهمانخانه است؟ یا اینکه is the supermarket on the right of the cafe؟ یعنی سوپرمارکت، آیا سوپرمارکت در طرف راستی قهوه خانه است؟ Is the lake in the park؟ آیا کول در داخل پارک است؟ Are the people، برای چی آموندیم؟ چون که people شکل جمع. Are the people near the bus stop؟ آیا آدمان در نزد ایستگاه اتوبوس هستند؟ این بود جمله های سوالی. Is my school near the river؟ آیا مکتب من در نزد دریا است؟ Is the hotel near the cafe؟ آیا مهمانخانه در نزد قهوه خانه است؟ Is the restaurant near the bus stop؟ آیا رستوران در نزد ایستگاه اتوبوس است؟ و ما امیدواریم پس از تماشا کردن این درس شما چگونه استفاده بردن پیشوندهای جای را در جمله های خود استفاده میبرید و مشکلی نمیکشید. با ما بودن را فراموش نکنید، در کانال ما ابونه شوید و درس های من بعد ما را پیگیری نمایید. خدا حافظ.